درآمد یوتیوبرها کم شده و یه عده خوشحالن. اول اینکه فقط درآمدش چند تا یوتیوبر کم نشده، بلکه هزاران ادیتور، فیلمبردار، طراح، نویسنده و کلی آدم مستقیم و غیر مستقیم با این چنل‌ها کار می‌کردن و درآمد داشتن و همه اینا بیکار میشن. نکته دوم این که یه عده میگن این مالیلیک بوده. چرا یوتیوب باید به یه ایرانی که با وی پی ان آلمان به یوتیوب وصل شده تبلیغات نشون بده؟ چون با وجود تحریم ها نمیشه از اون خدمات تبلیغ شده استفاده کرد. باید بگم که فرض کنین مثلا تبلیغات سامسونگ، اپل و غیره به ایرانیان نمایش داده بشه. مگه ایرانی‌ها مشتری این برندها نیستن؟ با وجود تحریم ها سامسونگ، شیائومی و غیره توی ایران تبلیغات رسمی دارن. اکثر برندهایی که بین همون ویدیوهای یوتیوب ایرانی پخش می شده توی ایران قابل دسترسه و مشتری ایرانی دارن، پس این هدر رفته پول نبوده. نکته بعد، یوتیوب مثل هر پلتفرم و صنف دیگه‌ای چیزای خوب و بد داره. درسته محتوای زرد و لودگی داشته، اما محتوای خوبش بیشتر بوده. یوتیوبرایی که در روزای سخت کنار مردم ایستادن، کسانی که با تمام محدودیت‌ها و مشکلات برای مخاطبین فارسی زبان محتوای با کیفیت تولید می‌کردن، ویدیوهای علمی و سرگرمی. کسانی که در یوتیوب به چیزی و جایی رسیدن سالها شبانه روز تلاش کردن. مرگ یوتیوب فارسی یعنی مرگ هزاران محتوای با کیفیت فارسی. خلاصه به روزگار عجیبی رسیدیم. مردم به خاطر بدبختی هم دیگه خوشحال میشن.